سلام میگم خدمت دوستداران سایت مجله سخت افزار. شرکت گرین امسال واترکولرهای جدیدش رو وارد بازار کرده. این مدلی که امروز میخوایم آنباکس بکنیم مدل گلیشیر استریم ARGB هست و رنگش هم سفید رنگه. بالاخره گرین واترکولر سفید رنگ به بازار داد. این مدل میان رده است و امیدوارم که با قیمت خوبی عرضه بشه. در حال حاضر که دارم آنباکسش میکنم قیمتش مشخص نیست. این مدل با طراحی اینفیلد میرر از فنهای ARGB و همچنین لوله های مجهز به نورپردازی ARGB پشتیبانی میکنه. امیدوارم که توانمندیش هم به خوبی طراحی ظاهریش باشه. بریم با هم دیگه آنباکسش رو انجام بدیم. اینم بگم که خودم هنوز بازش نکردم. این اولین باره که خودم تماشاش میکنم. یه دفترچه راهنما داره، همه چیزش به فارسی. وسایل همراهشه. نکته جالب توجه اینه که اگر مادربردتون قدیمی باشه و مجهز به نورپردازی ARGB نباشه، شرکت گرین یک کنترلر ARGB همراه این عرضه کرده که نورپردازیش رو بتونید راه اندازی بکنید و اینجا دکمه تعویض حالت‌ها و الگوهای نورپردازیشه. این خیلی جالب بود. قابل توجه که شرکت گرین مدل جدید خمر سیلیکونش رو به اسم GT6 همراه این واترکولر عرضه کرده که یکی از قدرتمندترین خمر سیلیکون‌های خوبی هستش که میتونید تو بازار پیدا بکنید. این برکت هم گمون هم برای نصب ترد ریپر باشه. بریم سراغ خود واترکولر. نکته جالب به نظر میاد اینه که فنها از قبل روی واترکولر نصب شده هستن، بنابراین وقت زیادی رو ستاپ کردنش نخواهد گرفت. کف کولر استاتیک شکل مثل پردازنده های جدید اینتل که بتونه نهایت کارایی داشته باشه. دو تا کابل بلاک وصله، یکیش برای پمپ و یکیش هم برای نورپردازی ARGB. رادیاتور و فن‌هایی که بهش نصب هستش. این رادیاتور سفید رنگه کاملا، فن‌ها هم سفید رنگه. کابل‌ها هم شرکت گرین سفید در نظر گرفته که با سیستمتون که اگه می‌خواید سفید باشه کاملا سازگار باشه. این واترکولر رو باید تستش انجام بدیم. فعلا این آنباکسش رو از ما بپذیرید. این هم از روی بلاک که حالت آینه‌ای داره. بریم روشنش بکنیم زودتر. به زودی بررسی اینو از وبسایت سخت افزار مرگ براتون منتشر خواهیم کرد. امیدوارم از این آنباکس لذت برده باشید.